ترفنده فنی که مطمئنم آقایون عاشقش میشن. این ویدیو رو بفرست برای آقایون پیج تا یاد بگیرن و بتونن از این ترفنده استفاده کنن. زمانی که رزوه داخل اتصال شیر میشکنه، 2 پیچ رو داخل رزوه قرار بده و با به کار بردن یک آچار رو به راحتی باز کن. راحت ترین روش قرار دادن مغزی سر جای خودش استفاده از یک نخ قیتونیه. اگه موقع بستن پیچ مدام از سر آچار خارج میشه، کافیه پیچ رو داخل چسب بق فرو ببرید و اون رو به سر آچار محکم کنید. با این روش بستن نوار تفلون، شیر آب دیگه چکه نمیکنه. ابتدا نوار تفلون رو به صورت نوارهای باریک فرم بدید و بین شیارها ببندید و سپس نوار رو به صورت باز روی شیارها تاب بدید. برای ترمیم محل آسیب دیدگی سیم بق، در بطری یک بار مصرف رو با حرارت ذوب کنید و با تاب دادن سیم بق روی محل ذوب شده اون رو پوشش بدید. برای بیشتر دیده شدن این آموزش اون رو استوری کن تا دوستای بیشتری هم ببینن و بتونن از این ترفندها استفاده کنن. ممنون میشم این ویدیو رو لایک